خب سلام بر بچه یوتیوب. میخوام براتون یه ویدیو بگیرم که چجوری با هم آماده شیم بریم بیرون، چون میخواستم برم بیرون. میخوام توی کافه بشینم یکم کارام اینا رو انجام بدم. بعد گفتم که یه دونه ویدیو کوچیکم بگیریم با هم دیگه، یکم حرف بزنیم و میکاپ هر روزمون نشونتون بدم، چون من میکاپ زیاد خیلی دوست ندارم. معمولا دوستم سیمپل خیلی ساده باشه. برای همون گفتم یه ویدیو بگیریم و هم میکاپ رو نشون بدم، همین که یکم حرف بزنیم. آینه، خب این آینه کوچیکم فکرم لازم داشته باشم، یادم رفته بیارم. به هر حال اینو میبینید، این برای زیر چشم under eye patches. من اینو معمولا استفاده میکنم قبل از اینکه بخوام میکاپ بزنم، به خاطر اینکه کمک میکنه که زیر چشمتون یکم آبرسانی بشه. بعد دیگه راحت تره دیگه میکاپش کردن، اینجوری کیکی نمیشه، خیلی رو پوست نمیماسه. بعد همیشه و هر روز از این SPF استفاده میکنم. این SPF لاروش پوسه و 50 به بالاست، به خاطر که هرچی بیشتر مراقبتش بیشتر باشه خب برای پوست بهتره تا اینکه فقط مثلا یه مراقبت 30 تایی داشته باشه. بزنم خیلی زیاد شد، ولی هر روز حتما ضد آفتاب بزنید. اصلا مهم نیست که مثلا هوا آفتابیه یا بارونیه یا اصلا زمستونه یا تابستون، اصلا مهم نیست، چون که اشعات آفتاب همیشه هست و این چیزی که خیلی شاید نمیدونم، شاید خیلی میدونن، ولی خب خیلی شاید اصلا دقت نمیکنن. بعضی از خیلی شدیدم که مثلا میگن که هوا امروز آفتابی نیست و اینا. خب ضد آفتاب زیاد مهم نیست بزنیم، خیلی این فکر میکنن، ولی مهمه. هر روز مهمه. اصلا مهم نیست که هوا چجوریه، چون که اشعات آفتاب هستش دیگه. آفتاب نمیره، خورشید که نمیره فرار کنه. میفهمید چی میگم؟ خورشید اشعاتش همیشه هست. برای همین همیشه ضد آفتاب میذارم. گردنم یادتون نره، چون گردنم مهمه. اگه گردن رو نزدنید بعدها مشکل میخورید. اینجوری میزنیم. بعد ضد آفتاب رو که زدیم، که میکنم از کانسیلر استفاده میکنیم. من از این استفاده میکنم، مال برند برند لورئاله، گنه مال برند لورئال پرفکت مچ. از این استفاده میکنم، یکم میزنم اینجا زیر چشم. خیلی نمیزنم، من از فاوندیشن استفاده نمیکنم که کل پوست میگیره. اصلا هیچ وقت استفاده نمیکنم، یعنی مثلا فقط برای میکاپ روزمرم نیست، کلا هر وقت هر جا بخوام برم استفاده نمیکنم، چون که به نظر وقت استفاده میکنی خیلی زیادی منافذ پوستتون میگیره و اینا، بعد دیگه کلا پوستت به اسفق میره. اوکی دیگه خیلی خرابش میکنه اینا، دیگه دوست ندارم. ترجیح میدم که یکم سبک باشه و پوستم بتونه نفس بکشه، بخاطر همین نمیزنم. از این آینه استفاده میکنم. یه دونه آینه گندم جلومه، ولی به خاطر اینکه این راحت تره. بعد بعضی موقع با انگشت من چیزش میکنم، قشنگ بلندش میکنم با پوستم، به خاطر اینکه خیلی راحت تر میشم. نمیدونم به خاطر چیه، فکر کنم به خاطر گرمای پوست به پوست که میخوره اینجوری راحت تر میشه، بلندش کرد طبیعی تر میشه. میبینی؟ طبیعیه اینجوری. بعد دیگه چی میخواستم بگم؟ اینجوری اینجا راستشو بخواین هوا خیلی عجیب شده. بعضی موقع مثلا یک ماه پیش انقدر سرد شده بود، نه سرد نشده بود، انقدر گرم شده بود که داشتی از گرما میمردی. بعد الان دوباره مثلا هوا یکم بهتر شده، یکم مثلا 25 درجه 26 درجه اینا هست دیگه. مثلا به اون سرمایی که باید، میگم به اون گرما نیست که دیگه قشنگ از گرما خفشی بمیری، اینجوری نیست. اینم بزنیم. این مال هیلی بیبره، برند روده.
پاکت بلاشش به نظر من خیلی خوبه. حالا مثلا من پروداکت های دیگه شاید استفاده نکردم ولی بلاشش به نظرم خیلی خوبه، چون میتونید واقعا برای به عنوان روژگونه استفاده کنید، بعد به عنوان پشت چشم، به عنوان سایه و اینا میشه استفادهش کرد، حتی به عنوان رژ لب هم میشه استفادهش کرد. وایس براتون بزنم و من یه ذره رو دماغم میزنم به خاطر که دوست دارم حالت سانبرن بشم، یعنی انگار که مثلا از طریق خورشید واقعا سوختم. اینجوری جالب تره. نگاه کنید روی لبم خیلی خوبه، اصلا مثلا چیز نیست، خشک نمیکنه. دیگه از این هایلایتر برای کنتورینگ از این استفاده میکنم، مال برند میکاپ رولوشن لندنه، مال لندنه. از این استفاده میکنم. یکم اینجا میزنیم، یکم اینجا، یکم اینجوری، یکم رو دماغ میزنیم اینجوری، یکم پشت چشم بزنیم. بعد با این میتونید بلندرش کنید اینجوری. اینطوری میتونید بلندش کنید. معمولا من قبل از اینکه چیزو بزنم، بلاش بزنم، مثلا بلاش مایع بزنم، کنتور میکنم، ولی الان برعکس شد. بعد من الان این کنتور میبینید اینجوری میکنید، اینجوری هم شد به سمت بالا باشه. این برم بکنید، میتونید هم با بلاش بکنید. بعد دماغم اینجوری. دلیلی که با انگشت میکنم بخاطر که میخوام خیلی طبیعی به نظر برسه، به خاطر همین اینجوری با انگشت میکنمش، ولی میتونید هم با بلاش بکنید. نظرم با انگشت طبیعی تر بشه. خب یکم دیگه بلاش کوچیک، یکم هم اینجا به خاطر اینکه طبیعی تر بشه. نورش خوبه، یعنی که این آینه رو روشن کنم. فکر کنم نورش خوبه، چون من نور طبیعی بیشتر دوست دارم وقتی ویدیو میگیرم. نمیدونم. بعد به یک سایه نیاز داریم. این از این استفاده میکنم، مال میبلینه، همه چیزی که میخوام داره. یکم سایه این رنگی میزنم که رنگ کلا خیلی طبیعی باشه، مثلا خیلی تو چش نیاد، خیلی کم. این هم سعی میکنم با انگوش یکم برم روش، بخاطر اینکه طبیعی ترش میکنم. آینه کوچیک‌تر استفاده کنم، جور تو دوربین یکم سخت. بعد یکم زیر چشم میزنیم، یکم طبیعی تر باشه. بعد احتیاج به control freak. I'm a fucking control freak. این واقعا منو مینویسه، منم یه کنترل فریکم. یه چیز دیگه برای ژل ابروه. اینطوری است. بعد یه تریکی بهتون یاد بدم اینه که یه دونه خط چشم برمی‌داریم. حالا بستگی داره که مثلا تون پوستتون چجوریه. مثلا مال من خب یه مقدار تیره تره دیگه، اینا مثلا ابروام اینا مشکی. بعد اینو برمی‌داریم، به خاطر که مشکی استفاده می‌کنم چون موجام مشکی، ولی اگه مثلا بورتری می‌تونید از قهوه‌ایش استفاده کنید. بعد اینو اینجوری یکم پشت این چشاتون می‌بینید. مثلا من نمیرم کلشو بکشم چون به نظرم چشم بستگی به حالت چشم داره، ولی مثلا چشم من احساس کنم گرد میکنه، خوب نمیکنه. خاطر همین یکم اینجوری
اینو اینجوری میکشیم، میبینید خیلی کشیده ترش میکنه. بعد مثلا کلا قشنگ تر میشه میکاپتون. وقتی مثلا موجه ها رو ریمیل میزنید خیلی قشنگ تر میشه اینجوری. مثلا یکی رو با آینه کوچیک‌تر میکنم. خب اینم از این. الان به یک فرمول احتیاج دارم، از این استفاده میکنیم. اما یه تریک دیگه هم که تو میگم که مثلا این رو یکم با سشوار گرمش کنید، خیلی موجهاتون بیشتر فرم میگیره تا زمانی که همینجوری بزنید. ولی خب الان من حوصله‌ام نمیشه، برای همینجوری میزنم. چقدرم خوابم میاد، قشنگ میتونم برام بخوابم. من قشنگ میتونم خوابم ببره همینجوری که دارم انجام میدم. یه دفعه دید رفتم. اینو با آینه کوچیک میزنم. این که خیلی خوبه. این ماسکارا بهتون نشون بدم. این واترپروف، ضد آبه. بعد از تلسکوپیک مال لورئاله. خیلی ماژا رو تیک تیک میکنه. الان یکم تموم شده به خاطر یکم تریناش مونده، ولی خیلی ماژا رو قشنگ میکنه. تک تک قشنگ میبره بالا. من تو کل روز یادم میره آب بخورم. بعد خب آب خیلی مهمه و همیشه از تشنگی دارم. مثلا تشنگی دارم میمیرم. بعد این برام میکنیم. این دیگه چه گفتی بود. اینجوری باید تک 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 بشه، وگرنه میبینید چوری تک تک میکنه. قشنگ خیلی خوب شد، خدایش خوب شد، اصلا خیلی خفنه. پایینم میبینید. بعد همیشه یه تریک دیگه هم که بهتون بگم، برای که یکم چشماتون اینجوری کشیده تر بشه، همیشه این آخرین موجهایی که میمونه رو بیشتر روش برید اینجوری. این تریک اصلا باعث میشه که این آخرین موجهاتون یکم طولانی تر بشه، خیلی قشنگ تره. خوب شد نه؟ من خیلی خوشم میاد موج اینجور. خیلی بیشتر از این به نظرم احتیاج نیست که بکنیم، ولی احتیاج به یک هایلایتر داریم. از این هایلایتر چند تا بهتون نمیدم اینجا یکم میزنیم که کلا صورت به سمت بالاتر انگار کشیده میشه. یکم اینجا بزنیم، بعد زیر ابرو این برم همینطور، بعد یکم این بالا میزنیم اینجوری. طوریه که اینجا بزنیم. بعد همونطور که گفتم من زیاد از کرم پودر استفاده نمیکنم، ولی از این اورئاله یکم میزنم به خاطر اینکه تیزون میزنم، یعنی جایی که یکم عرقینا بیشتر میکنی، بعد ممکنه یکم کیکی بشه. اینجوری یکم زیر چشم یا اینجا روی خط خنده میزنم که خط خنده مخفی تر بشه. تا اینجوری. برای اینکه کنتورش خراب نشه، از یه دونه پودر دیگه که تیره تره با یه دونه براش کوچیکتر باریکتر یکم میرم اینجوری. آو اشکم در میاد. یک
یکم اینجوری، بعد یکم اینجا، یکم اینجا. الان دم میگه خیلی میکاپ دوست نداری، چرا انقدر پودر میزنی؟ نه خب من میکاپ سنگین دوست ندارم، مثلا از فاوندیشن اینا استفاده نمیکنم. بعد خیلی مثلا چشار و اینا رو تو ماچ دوست ندارم درست کنم، فقط یکم سبکه، یکم انگار مثلا همون فیچرهای صورت، یعنی همون ترکیبای صورت یکم بیشتر جذاب میکنی، ولی خیلی خاص مثلا خیلی دیگه خیلی تو چشم نمیاد. بعد احتیاج به یه دونه خط لب رنگ لب دارم، اینو استفاده میکنم. این مال lasting perfection، بیشتر باید بمونه، ولی به نظر مثلا خط لبی نیست که طولانی مدت بمونه، واقعا نیست. یعنی هر چی میگیری یکی یعنی هر چی میگیری که مثلا میگیری که میمونه و اینا همش چرته، اصلا فکر نمیکنم خط لبی باشه که بمونه. تا حالا هر کدومش گرفتم واقعا نمیمونه. فکر کنم اگه خط لب بزنی، برند خط لب بزنی که واقعا بمونه، واقعا بد میگیره. ایده جالبیه. بعد این مال منهتنه، برند منهتن. میبینید رنگ لبه تقریبا. من رنگ لب میزنم چون نظرم میتونی خیلی باش بیشتر کار کنی، میتونی لبت مثلا یه لایه بزرگتر بکشی اینجوری. من از وقتی که رفتم دانشگاه احساس میکنم نروس سیستمم من چند سال پیش حالا اصلا آروم نمیگیره، احساس کنم همش یکم اوور هایپتم. نمیدونم شما این مشکلا رو دارین یا نه، ولی همش توی عاده‌هاش اینجوریه. بعد انگزایتی اینا دارن دیگه، میشه استرا. باید یکم روی این کار کنم، فکر کنم ادیتیشن و اینا رو شروع کنم خوب باشه. نمیدونم، اگر کمکی دارید، اگر پیشنهادی دارید حتما بهم بگید. میبینید این یکم اوور لبم کشیدم، یکم بالای لبم اینا کشیدم، به خاطر همین یکم چیزتر شد، یکم بزرگتر شد. بعد از این استفاده میکنم، این یکم تیره تره، اینجا میزنم وسط لبم که یکم نه خیلی اصلا، یکم انگار که از این وسط یکم تیره تر طبیعی تر شده، یکم طبیعی به نظر برسه. کلا هدفم اینه که طبیعی نظر برسه، خیلی خفن نباشه. بکنم خوب شد. به هر حال دیگه فقط یه دونه برق لب میزنم، بعدشم دیگه تمومه. خب این میکاپ هر روزمه، یعنی میکاپی که هر روز استفاده میکنم. حالا مثلا بعضی موقع سایه‌هاش یکم متفاوت تر میکنم، ولی این میکاپی که هر روز استفاده میکنم و خیلی سیمپل و خیلی راحته. و یه سیک یادمون نره، آخرش که تموم شد از این چی بهش میگن به فارسی میشه، از این فیکس اسپری میزنم برای اینکه پوستت بمونه، چون که عرق اینا میکنی میره دیگه. بعد روی لبم میزنم، بخاطر که وقتی میزنی بیشتر میمونه خط لبو، اینات بیشتر میمونه تا وقتی نمیزنی. خب یکم خشک شه چون خیس میشی. اگه چشم ببندم قشنگ خوابم میبرم، واقعا میگم. یکم اینجوری ببینن چشم ببندم، یکم خودم باد بزنم، قشنگ میرم دیگه کلا. خب یکم بذارش خوش بشه، ولی وقتی خوش شد دیگه خیلی خوب میشه. خب اینم از میکاپ امروزم بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این میکاپ اوریدی من، یعنی هم میکاپی که هر روز استفاده میکنم. و تا یه ویدیوی دیگه بازم همدیگر میبینیم. اگر اگر راهنمایی چیزی دارین برای استراب و اینا میتونید برام بنویسین. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً سابسکرایب کنید تو چنلم و یه لایک بزنید که برام خیلی خیلی با ارزشه.
مرسی از اینکه تا اینجا نگاه کردین. اگر نگاه کردین و توی ویدیو دیگه دوباره همدیگر میبینیم. بای، ماچ به سرتون.